چقدر به ذلت افتادی بزرگترین فرمانده قرن سید حسن نصرالله. پس بالاخره اومدی نتانیاهو. دیگه دورانت به سر رسیده. چطور؟ اخوی تانجیرو تو راه اینجاست. ببند و همینجا بمیر. اوکی. حسن نصرالله بدون شک هنوز فتنه چند تا داره. چیه؟ مینای جنگی؟ کجام کردی دهن سرویس؟ فاتی کماندو تو اینجا چه غلطی میکنی؟ دورانت به سر اومده نتانیا. همه گروه های مقاومت دست به دست هم دادن تا نابودت کنن. خفشو افته. من مهدازادی رو دادم، دموکراسی دادم، فمینیست رو دادم. دلیل دشمنی چیه ها؟ شاید این حرفایی که تو دربارم میزنی درست باشه، اما بعدش هرچی که داشتم ازم گرفتی لعنتی. حاج قاسم حالا ها؟ حاج قاسم چی؟ بقیهش به من بسپر همشیره. علی مادر چند تا مگه جون داری لعنتی؟ قدرت پروردگار، سپر الهی، بیا با